Ака севда биё, 3 килош 10 сом, инаи поёнгиёш 5 килош 10 сом. Биё севда биё бача, биё. Биё ака, биё, аз кадомаш гирам ака? 3 килош 10 сом ака. бародарҷон аст, барои Аллоҳ ба ман ягон чиз хайр кун. бовар ки ғам метиҳин да. Ҳамин сума дори дафш яҷо шинохӣ. ма безор кадӣ. Aksafalı Gündüz təqdim edir. гумша иҷа паҷо наёфтам ҷашти. ассалому алайкум бародарҷон. Чӣ шудааст бар ту? چیزی نه برادرجان. Чӣ кал чизе не? Чӣ мушкиле дорӣ? بله برادر، زندگی مجبورم کرد که به کوچه برایم. ғамгин машав бародарҷон. Аллоҳ бо мост. Инро бигир дар ҳаққи мояток. الله قبول کن. Aksafalı Gündüz təqdim edir. ассалому алайкум. ҳамин ту бо омадӣ? ҳамин нав чизе буд додем то охӣ. дар ин маблағ бароям сев бидӣ. майлаш. ма бародарҷон, хуш омадед. боз биёед. раҳмат бародарҷон. биё севда биё бача. сев арзон шуд, биё бача. Oh
خدایا تو خود دیدی بنده هایت رو سنجیدم، برای تو چی دادن و برای پول چی دادن. خدایا تو خود هستی که برای بنده ها رزق میدهی، هر کی را بخواهی عزت، هر کی را بخواهی خار میکنی. ای برادر، من از قفای تو تعقیب کرده ایستاده بودم. بله برادر، من شما را دیده بودم، ولی خواستم برای شما عبرت شود که رزق از جانب خداوند است. برادر جان، من از شما بخشش طلب میکنم. سرحد قزاقستان را از شهر مسکو گذشتن می‌خواهید، شما یگان جا کمپانی نکنید. تنها نمرهایی که در روی اکرانتون به همین برادر مراجعه کنید. در شهر مسکو از همه کمپانی باوری است. ان شاء الله شما را ساق و سلامت برده با جایزتون آوردن میگذارد. تنها از شبکه صدای امید. لایس ابن سعد با تجارتی عسل مشغول بود. روز کشتی پر از بچکه‌های عسل او به راه رسید. پیرزن یک ظرف خرد را به دست گرفت و به نزد لایس آمد و گفت: از عسل‌هایت به اندازه این ظرف برای من عسل بده. لایس رد کرد و آن پیرزن راه خود را دوام دادن گرفت. سپس لایس به یاردمچی خود گفت: سراغه خانه این زن را بیاب و بچکه پر از عسل برایش ببر. آن مرد تعجب کرد و گفت: آن پیرزن به اندازه یک ظرف خرد از تو عسل پرسید و تو رد کردی. اکنون میخواهی بچکه پر از عسل برایش بدهی؟ لایس ابن سعد در جواب گفت: این پیرزن به اندازه قدرت خود از من عسل پرسید و من به اندازه قدرت خود به او عسل میدهم. اگر صدقه دهنده بداند که صدقه داده اش پیش از آنی که به دست یک فقیر میرسد به دست خداوند میرسد، بیشک لذت صدقه دادن برایش دو چند میگردد. با این فضیلت و پاداش بزرگ صدقه نگرید. صدقه دری از درهای جنت است. صدقه یکی از بهترین عمل هاست و بهترین صدقه دادن طعام است. صدقه سایه برای صاحبش در روز قیامت می شود و او را از عذاب جهنم نجات می دهد. صدقه غضب خداوند را پایان و عذاب قبر را دور می گرداند. صدقه بهترین هدیه و فایده ترین چیز برای مردگان است که خداوند ثواب آنها را افزایش می دهد. صدقه پاک‌کننده این نفس است و ثواب‌های انسان را دوچند می کند. صدقه سبب خوشنودی صدقه دهنده در روز قیامت می شود. صدقه امان است در روز پردهشت قیامت که غم را دور می کند. سبب بخشش و کفاره گناه است. صدقه یکی از نشانه های حسن فاطمه و سبب دعا کردن ملائک در حق صدقه دهنده می باشد. صدقه دهنده یکی از بهترین انسان هاست و پاداش صدقه برای هر کسی که در آن سهم دارد برابر است. صاحب صدقه را خیر بسیار و پاداش فراوانی دارد. صدقه دادن از صفت پرهیزکاران است و سبب محبت بندگان خدا می گردد. صدقه دادن از نشانه های سخاوت پیشگی و بزرگی انسان است. صدقه سبب اجابت دعا، حل مشکلات است. صدقه بلا را دور کرده 70 در بدی را می بندد.
صدقه عمر و مال را زیاد کرده سبب فراوانی رزق و پیروزی میگردد. صدقه علاج، دوا و شفا است. صدقه مانع سوختن، غرق شدن، سرقند شدن و مرگ نابهنگام میگردد. صدقه اگر به حیوانات و نباتات هم که باشد ثواب دارد. آیا میدانید که بهترین صدقه چیست؟ آن چیزی را که برای خودتان شنیدید به دیگران هم برسانید. یعنی این قصه ها و این چیزهایی که ما برای شما پیشنهاد میکنیم، آن چیزی را که برای خودتان میفهمین حتما به دوستان خودتان روان کنین. این هم صدقه جاریه برای شما میگردد. باقی در امان الله باشین. با شما بودیم امید جان یوسف زاد.